آخرین برنامه چهارراه استراتژی سال 96. تو بعضی برنامه اولش یه ترانه آوازی، یه قطعه دشتسونی چیزی میخوندم. الان باید کنسرت بزنم. صبر کن میرم. اگه به من رحم نمی‌کنی به بینندگان عزیز رحم کن. ناکس بری رو خط آواز خطیت میکنه. حالا کنسرت کاملا نه، یه چند تا ترانه اخیر رو عمرن قول میدم کوتاه باشه. ببین من با این قولا خر نمیشم. تو از اون مجری هستی که میشه دو جات کبوده، یکی پا چشت، یکی هم پشت دسته. اول برنامه هر چی میگم محکم میزنی رو چشت و میگی چشم آی دکتر. آخر برنامه محکم میزنی رو دستت که ایداد بیداد یادم رفت. پس نه حرف شما نه حرف من. ترانه نمیخونم ولی سر سوالم نمیرم. اولش به عنوان نطق پیش از دستور یه حرف دارم با این صادق لاریجانی که برای دبیر کل ملل متحد دستورالعمل صادر کرده که دبیر کل بلندگوی مجاهدین خلق نباشه. دیدی حقته که به جای صادق لاریجانی بیاد بگن صادق مشنگه؟ حرف تو رو تو نظام خودمون به کشکم نمیگیرن. برای دبیر کل ملل متحد دستورالعمل صادر میکنی مردک. فکر کردی دبیر کل دست به سینه منتظر وایساده تو فرمان بدی اونم بزنه بالا بگه چشم؟ مقام عظما وقتی خیلی جنس اعلا مصرف میکنه نامه مینویسه به جوونای اونا. تو چی زدی که دستورالعمل به دبیر کل ملل برش کن متحد دیگه. حالا اون یه غلطی کرده، آدرس براندازای نظام رو دقیق داده. حالا تو چرا زیرش خط میکشی؟ ناکس آخه آیه دکتر، استناد من به حرف مرحوم ابوی خودتونه که فرمودن بزن بهادر. شما عرض کردین بله، فرمودن باباه به بچهش گفت کلاغه به هم گفت که سیگار کشیدی. بچه گفت حالا من سیگار کشیدم یا نکشیدم؟ هیچی. تو چی کشیدی که با کلاغا صحبت میکنی؟ روشن شد یا بفرستم سراغ کلاغا؟ سب کن میرم. ناکس سب کن. تو که از صادق ریزه بیشتر قشنگ بازی در میاری. اون برای دبیر کل دستور صادر میکنه که 4 تا بسیجی رو اقلا خر بکنه. عواقب هم براش نداره. تو میدونی چه کار کردی؟ تو میدونی چطوری با زندگی خودت بازی کردی جلال؟ آی دکتر معذرت میخوام، تقصیر اون مشنگه بود. دهنم از شیر سوخته بود به دوغ فوت کردم. آخرین برنامه قبل از عید آی دکتر شما بزرگواری کنید. عید یعنی چی؟ اینش یعنی عزیز جان، یش یعنی یادت باشه، دلش یعنی دوست دارم. سوال اول، این فضاحت استیضاح 3 وزیر چی بود؟ شب چهارشنبه سوری که بدبختی از سر کلمون میره بالا. یه دکتر اصلا این کارو کردن که همون بدبختی ها کمتر بشه. قرار بود بگن بیکاری و سقوط هواپیما و غرق شدن کشتی و خوش شدن رودخونه اینا تقصیر این 3 تا بوده. این دارن میندازیمشون بیرون دیگه همه جای مملکت گلستون میشه. پس چرا بیرونشون نکردن آی دکتر؟ اش نخورده و دهن سوخته. وارد بحث سوختگی نشو، چون که سوختگی عظما ته نداره. علت اصلی این که این 3 تا رو بیرون نکردن نارو زدن اون جناح بود. بمیرم الهی، عظما به اندازه شام نتونست یه مانور بکنه. اون اقلا نخست وزیر زندونی کرد. چه بلایی سر اقتدار عظما اومده؟ همه میگن ارزه پیش بردن گاوبندی از قبر هم نداره. آیده تو در مورد چهارشنبه سب کنم هیچی نمیخواد بگی. هیچی نگو، دوباره نفیریزی رو آتیش ها. نه سربسته میگم. این همه تبلیغ و بسیج نیرو و سپاه و اینا همه آخرش که امسال بدتر از پارسال شده یا دکتر؟ اینطوری که نگاه میکنی آره خیلی ضایع شد، ولی به عظما نگاه بکن به قضیه. اون وقت خوشحالی میکنی که فعلا تو اسفند سرنگون نشدیم. عظما به کجا رسیده که باید جشن سرنگون نشدن بگیره؟ آره دیگه، طفلی خوشبختی شده وقت خریدن بین 2 تا بدبختی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن به مشنگه گفتن چرا همیشه کفش تنگ میخری که پاتو بچلونه؟ گفتش عوضش وقتی درش میارم خیلی صفا میده. روشن شد یا بفرستم به دنبال کفش؟ آی دکتر تو این روزای بحرانی نباید که شیخ حسن به مقام عظما حواسش باشه. خب دوباره که بحث منتخب مردم رو کرد سیخ تو چش مقام عظما. نمیشه ممنوع صوتش کنیم این بابا رو؟ بالاخره بابا رئیس جمهور دلسوز نظامه. ولی دست گل به آب میده. خب باشه بیا مثل رئیس جمهورهای درست حسابی که پشتشون مشاوراشون وامیسن شما رو هم قاطی مشاورات جا بزنن از همونجا کنترل کنین ایشونو. خیلی دوست دارم که وقتی که سخنرانی میکنه من اون پشت باشم هی افسار بکشم. اون وقت برای سنگین تموم میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله،
میفهمودن پسره امتحانش رو تو مدرسه بد داده بود، رفت به یکی پول داد که بیا مدرسه خودتو جای بابای من جا بذار. رفتم مدرسه، کارنامه‌ای که گرفتم طرف یک کشیده آبدار گذاشت زیر گوش پسره، گفت این چه وضع درس خوندنه که تو داری؟ پسره آروم بهش گفت به تو چه احمق. اونم کمربند رو در آورد تو حیات مدرسه، پسره بدو یارو که پول گرفته بود بدو. ناظم و معلمان پشت سرشون میدویدن که جون پسره رو نجات بدن. از اون به بعدم همیشه کارنامه رو میدادن دست خود پسره، میگفتن به بابات نشون ندیا اعصاب نداره. آقای دکتر تشکر میکنم که در پایان برنامه چیزی نگفتین که سیخی به مقام عضو محسوب بشه. آیه قابلی نداره، ایشونو باید هواشون رو بیشتر از این حرفا داشته باشیم. طفلی ناونفس دیگه براش نمونده از بدبختی. سال 96 سال پیاده شدن فکش بوده، دیگه چی مونده بهش که ما به این بیچاره سیخ بزنیم؟ آیه دکتر این واقعا رعایت کردنت بود قربونت چی؟ برم. اگه این رعایت نمی‌کردن که داغونش اگه کرده بودن. استراتژیست نظام بخواد فک مقام عنوان رو پیاده بکنه که